سلام بچه ها، خوش اومدیم به یکی دیگه از ولاگ های من. این ولاگ میتونه یکم متفاوت تر از ولاگ های قبلی باشه. مرسی که تا اینجا همراهمون بودین و با سابسکرایب و لایک ساپورتمون کردید. امروز قراره با من آماده بشین بریم سر کار. ولی موضوع اصلی این ولاگ تجربه کلی من از 3 سال مهاجرت و دستاوردهامه. او مای گاد، واقعا 3 سال شده. الان 3 سال و 2 ماهه که من مهاجرت کردم به کانادا. چه دستاوردهایی؟ عادت کردن به کانادا، گرفتن ماشین، گواهینامه، گرفتن کار، اجاره خونه تا خرید خونه. این ولاگ میتونه برای کسی که تو پروسه مهاجرته، برای کسی که به فکر مهاجرته، یا اصلا کسی که مهاجرت کرده به کانادا خیلی مفید باشه. از تجربه اندک 3 ساله من که خیلی پربار بود استفاده کنه. اول از همه بگم که من در حال حاضر ادوایزر هستم در بانک RBC کانادا. هر روز حدوداً بیشتر از 7 تا میتینگ با آدم‌های مختلف دارم. خیلی وقتا کلاینت هم نیو کامر هستن و تازه وارد کانادا شدن. همیشه سعی کردم بهشون ادوایزهای خوبی بدم. الان اومدم که این ادوایزها رو با شما شیر کنم. حالا بخوام از صفر شروع کنم، مورد اول زبان و انگلیسی صحبت کردنه. من وقتی که 3 سال پیش وارد کانادا شدم، حتی یه جمله هم نمیتونستم به انگلیسی صحبت کنم. اما امروز بعد 3 سال به طور کامل به زبان انگلیسی مسلطم و همه ی لهجه‌های دنیا رو خیلی راحت متوجه میشم و میتونم ارتباط برقرار کنم. من به این جمله کلیشه‌ای باور ندارم. این جمله هم اینه که اگه سطح زبانت خوب نیست، در محیط بودن سطح زبانت رو تغییر نمیده. ولی به نظر من واقعا میده. بذارین از روزهای اول مهاجرتم بگم که اصلا من از کجا به کجا رسیدم. اولین جابی که گرفتم کار تو شوروم بزرگ فرنیچر استور بود که اسم فرنیچر استور The Brick بود. قطعا اونایی که کانادا هستن The Brick رو میشناسن که از وسایل برقی تا مبل و فرش و هر چیزی که برای خونه لازم هست به فروش میرسید. کار من انجام دادن 0 تا 100 خرید مشتری بود. از گریتینگ یعنی سرو مشتری، از لحظه ورود مشتری به شوروم تا لحظه ثبت سفارش و کارهای دلیوری و اپلای برای کردیت کارت. روز اول کاری یک سری آموزش ها راجع به کار با سیستم، آیپد و اپلیکیشن داخلی رو داشتیم و برای من خیلی راحت گذشت چون نیازی نبود زیاد صحبت کنم. انتظار نداشتم از روز دوم ازم بخوان که به طور رسمی شروع به کار کنم. یادم منیجرم ازم خواست تا برم کلاینت سرو کنم. باورتون نمیشه، حتی نمیدونستم چطور باید ویلکام بگم و سر صحبت رو با مشتری باز کنم. خیلی استرس گرفتم، ولی نازیلای اون روز خیلی متشکر از نازیلای اون روز که استرس کشید تا به اینجا برسه. استرس داشتم ولی گفتم باید بتونم. رفتم دستشوی گوگل کردم How can I create client؟ Oh my god. گوگل چند تا جمله بهم داد، حفظ کردم و یه نفس عمیق کشیدم و رفتم برای شروع کار. حالا سرتون رو درد نیارم که چی شد، چقدر اوورولم شدم، اومدم خونه گریه کردم، ولی من هر روز 8 ساعت تو محیط بودم و هنوزم هستم. البته مثل یه بچه‌ای که انداخته باشنش تو و خودش یاد گرفته باشه. من نه کتاب خوندم نه لغت حفظ کردم. در این لغتم شاید پایین باشه ولی هر روز دارم یاد میگیرم. انگار 8 ساعت که سر کارم دارم به صورت ناخودآگاه میشنوم و یاد میگیرم. تجربه این زبان برای من خیلی راحت بود. این حرف رو کسی داره میزنه که به شدت از زبان خوندن و یاد گرفتن زبان فراری بود. یادش بخیر دوران دانشگاه دوستم فرشته که همخونم بود، دانشجوی آموزش زبان بود. همش میخواست بهم زبان یاد بده. من اصلا حوصله‌اش هم نداشتم. پس اگه سطح زبانتون خوب هست که خیلی عالی، چون یکی از بزرگترین استرس‌های مهاجرت رو ندارید. ولی اگه مثل من زبانتون خوب نیست، اصلا نگران نباشه. فقط سعی کنید شروع به کار در محیط انگلیسی زبان کنید و صحبت کنید، حتی با کلمات و گرامر غلط. مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. برای قسمت‌های بعدی میتونید سابسکرایب کنید. مرسی از حمایتاتون. روز خوبی داشته باشیم. بای بای.